رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان عزیز، از الله خواستگاریم که روزه ما را و نماز و رکوع و سجده و تلاوت قرآن ما را به درگاهش قبول کند و ما و شما را در راه حق، در راه راست هدایت فرماید. امروز یک حدیث را برای شما شرح می دهم ان شاء الله که درباره مسلمانی که خود را مسلمان می شمارد و روزه را می گیرد و روزه را تا آخر وقتش نمی برد. چه جزایی هست برای انسانی که، برای مسلمانی که خود را مسلمان می گوید و روزه را تا آخر نگرفته، روزه را در نصف روز می شکند، به یگان عذر، به یگان اساس روزه را می شکند. جزای او چیست؟ جزای او چیست؟ این انسانی است که خود را مسلمان میگوید و روزه میگیرد ولی روزه را تا نصف میبرد و به یگان عذر شرعی، به یگان اساس روزه را میخورد یا که میشکند، تا آخر وقت نمیبرد. جزای این خیل انسان چی است؟ برای همین برای شما ما جزای این خیل انسان را پیشکش میکنیم. چخیلی که در حدیث پیامبر بزرگوار میفرماید، از ابی امامه الباهلی رضی الله عنه فرمودند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، پیامبر بزرگوار را شنیدم که میگوید، بین انا نائم اذ اتانی رجلان، هنگامی که من خواب بودم دو مردی پیش من آمد. دو مردی پیش من آمد. یکم خواب پیغمبران همش حقیقت دارد، خواب پیغمبران حقیقت دارد، واقعیت دارد و اساس دارد. دوم، اون دو مردی که آمدن کی بودن؟ فرشتگان بودن. فرشتگان چیکار کردند؟ فاخذ بضبعی فاتى بی جبلا وعرا فقال، پس همون دو فرشته به شکل آدمیزاد آمدن و از دو استخوان بازوی من گرفتن، یکتش از دست راست از دست چپ مرا برداشتند و گرفتن. پس پیش یک کوهی ناهمواره، پیش یک کوهی بلندی که او را برآمدن دشوار است آوردن. پس برای من گفتند اصعد، همین کوه ببرا، بالای کوه ببرا. فقلت، گفتم انی لا اطیقه، گفتم من طاقت برآمدن این کوه ندارم، دشوار است برای من. فقال، گفتند انا سنسهله لك، ما برآمدن این کوه را برای تو آسان میکنیم، کمک میکنیم. فسعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا انا باصوات شدیده، هنگامی که من بر بالای کوه برآمدم در گوش من صدا و فغان و آوازی سختی به گوشم رسید. فقلت، گفتم ما هذه الاصوات، این چی صدا، این چی آواز است، این چی داد و فغان است؟ قالوا هذا عواء اهل النار، گفتند که این آواز داد و فغانی دوزخیان است، اهل دوزخ است. ثم انطلق بی فاذا انا بقوم معلقین بعراقیبهم، پس مرا گرفتند و بردند به پیش یک قوم گذر کردیم که اون قوم از پایهای آنها، از همین کنج پا عراقیب کنج پا می شود، یک رگ از همون کنج پا میگن، آویزان کرده شده بودند، پاچک هایشان بالا و سرشان پایان ای آویزان کرده شده بودند. مشققتون اشداقهم تسیل اشداقهم دما، و همین کلیکی از طرف چپ و راست آنها، استخوان‌های همین کلیک زخمی شده بود، چاک شده بود، پاره پاره شده بودند و از همین دهان آنها و از همین دو طرف کلیکشون خون میریخت، خون سراپا بودن، پاشون بالا سراشان پایان، خون از دهانشان میریخت، از چهره و از دهان آنها خون میریخت. این جزای کیف؟ قال قلت، گفتم که من هؤلاء، گفتم که آنها کیستند؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، گفتند که اینها همین این قومی که انسانهایی که عذاب میبینند به همین عذاب سخت، اینها نفرانی هستند روزه را میگیرند و روزه را پیش از وقتش میخورند، روزه را پیش از وقتش میشکنند، به یگان عذر شرعی، به یگان بیماری، به یگان عذر، به یگان اساس و به یگان سبب روزه را میشکنند. حدیث در ابن خزیمه است 1986 و در امام ابن حبان
7491 و امام حاکم و امام بیهقی و دیگر و حدیث صحیح است. پس برادران گرامی، عزیزان من، اگر که این جزا برای انسان باشد که وی روزه گیرد و روزه را در نصف بشکند بخورد، پس جزای انسانی که روزه نمیگیرد چی باشد؟ این جزای انسانی که روزه میگیرد و میشکند. پس انسانی که روزه نمیگیرد تماما، پس جزای او روز قیامت در آتش چی باشد؟ برای همین برادران و خواهران گرامی، اول اینکه خود را، دوم اینکه شما را نصیحت میکنم که روزه را بگیرید. روزه بسیار اجر بزرگ دارد، ماه مغفرت است، ماه آزاد کردن از دوزخ است. هر روز الله می نویسد آنها را که از دوزخ آزاد میکند. برای همین کوشش تلاش کردن در کار که از همون نفرانی شویم که ما را از الله بنویسد، از همون نفرانی که از دوزخ آزاد شده اند. این ماه مغفرت است، ماه توبه است. اگر انسان این ماه را روزه نگیرد، دعا و طلب مغفرت نکند، پس کی باز میتواند که از الله مغفرت طلب کند؟ اگر این ماه انسان بمیرد توبه نکرده، پس جزای او چیست؟ روز قیامت چه عذاب و شکنجه است برای او؟ برای همین برادران گرامی و خواهران مسلمان، کسی خود را مسلمان میداند پس باید روزه بگیرد و در وقت روزه عملهای زشت و ناسزا نکند، نه دشنام نه غیبت. پندگیرنده باید پند گیرد و از دعای نیکی خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله.